أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیت مبارک الله متعال قصه هاروت و ماروت را ذکر کرده است. یهودی هایی که در مدینه بودند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوا داشتند که سلیمان علیه السلام پیغمبر نبود، بلکه با علم جادو ملک خود را پیش می بود. روزی از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت میکرد و یهودی ها تلاوت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند که در آنجا در مورد سلیمان علیه السلام هم بود. آنها بین یکدیگر گفتند محمد دعوا دارد که سلیمان پیغمبر است و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد سلیمان علیه السلام پرسان شدند و این آیت نازل شد و سلیمان علیه السلام را از سحر و جادو از کارهای بدی که آنها دعوا داشتند یعنی پاک کرد که سلیمان علیه السلام جادوگر نبود، بلکه حاکم و پیغمبر و راهنما بود. خب پیش از زمانه سلیمان علیه السلام شیاطین به آسمان ها می رفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودند که شیطان ها بالای یکدیگر می برآمدند تا اینکه به آسمان ها می رسیدند و در آنجا سخن ملائک را گوش می کردند. وقتی الله متعال به جبرائیل علیه السلام امری می کرد، جبرائیل علیه السلام با آسمان ها می فرامد. در هر آسمان ملائک جمع می شدند و از جبرائیل علیه السلام می پرسیدند که الله متعال به چه امر کرد. جبرائیل علیه السلام به آنها می گفت و بعضی آن سخنها را جنها می شنیدند و از بالا یکی به دیگری سخن را می رساند تا اینکه سخن به آخران جنی که در پایان است می رسید و آن جن سخن را به جادوگر یا اینکه به ساحر می رساند و ساحر به مردم می گفت. اکنون مردم فکر می کردند که ساحران علم غیب را می دانند و هر مشکلی که به آنها پیش می آمد نزد جادوگران می آمدند. مردم مبتلا به سحر و جادو شده بودند
وقتی سلیمان علیه السلام پیغمبر و حاکم شد، الله متعال با او این ملک بزرگ را داد که جنها در تحت حکمش بودند. سلیمان علیه السلام امر کرد همه کتاب‌های جادو را گرفت و در تگ تخت خود دفن کرد و امر کرد که اگر کسی دعوا کند که علم غیب را می‌داند یا اینکه جادوگری می‌کند کشته می‌شود، و اگر کسی از جنها نزدیک می‌شود و می‌خواهد کتاب‌ها را از تگ تخت من بگیرد سوزانده می‌شود، یعنی می‌سوزد و حکم الله متعال می‌سوزد. اگر نزدیک شود دست دراز کند می‌سوزد. در زمان سلیمان علیه السلام سحر و جادو از بین رفت، مردم یکتاپرست شدند. هر جنی که حکم سلیمان علیه السلام را اطاعت نمی‌کرد با زنجیرها بسته می‌شد و در عذاب گرفتار بود. وقتی سلیمان علیه السلام وفات کرد و آن نسلی که با سلیمان علیه السلام زندگی کردند، آن مردمی که با سلیمان علیه السلام زندگی کردند یکتاپرست بودند، آن نسل هم از بین رفتند، وفات کردند. نسل نو آمد، آنها آهسته آهسته گمراه شده بودند و از سلیمان علیه السلام فراموش شده بودند، یعنی فراموش کردند که پیغمبر بود. شیطان به نزد آنها به شکل انسان آمد و گفت: ای مردم، آیا میخواهید شما که من به شما یک ملک را آگاه کنم که تمام نشونده است، یک ملکی که تا ابد است، ثروت بزرگ دارد؟ مردم گفتند بله. شیطان آنها را به نزد تخت سلیمان بود و اشاره کرد: در تگ این تخت همه اسرار ملک سلیمان است، یعنی همون کتاب های سحر و جادوست. کتاب ها را برارید و ملک و ثروت نزد شما میماند. یعنی این دعوای شیطان بود، دعوای ابلیس بود که سلیمان علیه السلام جادوگر نبود ولی مردم را با این طریق گمراه کرد. مردم گفتند تو خودت چرا این کتاب ها را نمیبراری؟ شیطان گفت من نمیتوانم، برای اینکه میدانست که اگر نزدیک شود میسوزد. مردم کتاب ها را از تگ تخت سلیمان علیه السلام برآوردند و بار دیگر سحر و جادو در بین مردم پهن شد. جادوگران زیادی شدند، هر طرف جادوگر بود. هاروت و ماروت در بابل بودند. در مورد هاروت و ماروت سه قول است. یکم این که بعضی از علما اگر بگوییم میگویند هاروت و ماروت دو تا جن بودند. بعضی دیگر میگویند دو تا ملائک بودند. بعضی دیگر میگویند دو تا انسان بودند. از همه قول درست این است که هاروت و ماروت دو تا انسان بودند، برای اینکه ملائک را الله متعال پاک نگه داشته است. یعنی الله متعال در آیتی میفرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یعنی الله را هرگز نافرمان برداری نمی کنند و امر الله متعال را اجرا می کنند. ملائک گناه نمی کنند برای اینکه ملائک نفس ندارند. و هر آن قصه هایی که در مورد هاروت و ماروت ذکر شده است از اسرائیلیات است، نباید ما آنها را باور کنیم. نباید آن قصه هایی که بسیار پوچ است در مورد هاروت و ماروت میگویند دو تا ملائکه بود، با زن زنا کرد، نعوذ بالله چه کارهای بدی کرد، شراب نوشیدن، این قصه ها درست نیستند. هاروت و ماروت دو تا انسان بودند، در بابل زندگی میکردند و این دو تا انسان، دو تا شخص
به نزد شیطان آمدند و از شیطان سحر را آموختند تا که از همه ساحری بزرگ شدند، جادوگری بزرگ شدند. یعنی هاروت و ماروت را الله متعال یک فتنه بزرگ کرده بود در بین مردم. اکنون هاروت و ماروت یک امتحان بزرگ بود برای بنی اسرائیل، برای یهودی ها. و مردم اگر میخواستند جادو بیاموزند نزد هاروت و ماروت می آمدند و از او میپرسیدند. هاروت و ماروت چی میگفتند در جواب؟ حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. هاروت و ماروت میگفتند این فتنه از سحر و جادو، نیاموزید این را، کافر میشوید. بعضی از مردم سخن هاروت و ماروت را گوش میکردند و میفهمیدند که با آموختن سحر و جادو کافر میشوند، نمی آموختند، میرفتند. بعضی دیگری میگفتند ما سحر و جادو را میخواهیم بیاموزیم. و هاروت و ماروت با آنها جایی را میگفت که با آنجا برو، شیطان را در آنجا میابید و سحر و جادو در آنجا یعنی آموخته میشود به شما. و مردم همین طور سحر و جادو را آموختند و در فتنه بزرگ گرفتار شده بودند که فتنه سحر و جادو بود، که الان هم این سحر و جادو در دست یهودی ها است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم را سحر کرده بودند، جادو کرده بودند تا یهودی. و بار دیگر بنی اسرائیل یا اینکه یهودی ها گمراه شدند، جادوگری در بین آنها پهن شد و یکتاپرستی از بین آنها رفت. این بود قصه هاروت و ماروت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.